وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب
وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. صدق الله العظيم. بارك الله. اللهم بارك له. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دم بدم دم از برای مصطفی باید زدن، دست و دیل بر دامنی آل عبا باید زدن. هر درخت کی ندارد میوه حب نبی، اصل او را سر به سر با تیشه ها باید زدن. ز عدم بهر عبادت بشر آمد به وجود، سجدگاه است و بفرما بنه سر به سجود. مستقیم است طریقی که محمد بنمود، بروانش ز من و خلق جهان باد درود. بروانش ز من و خلق جهان باد درود. کریم السجایا جمیل الشیم نبی البرایا شفیع الامم، امامی رسول پیشوای سبیل، امین خدا محمقی جبرائیل. شفیع الورا خواجه بعث و نشر، امام الهدى صدر دیوان حشر. کلیمی که چرخی فلک پوریوست، همه نور را پرتوی نوری اوست. شفیع مطاع نبی کریم، قسیم جسیم نسیم وسیم. یتیمی که ناکرده قرآن درست، کتب خانه چند و ملت بشوست. چو عزمش برآیخت و شمشیر بیم، به معجز میانی قمر زد دو نیم. چو سیدش در افماگ دنیا فتاد، تزلزل در ایوان کسری فتاد.
ندانم کدامین صفت گویمد کی والاتری زانچه من گویمد کی والاتری زانچه من گویمد بلا قامتی لا تو بیشکست و خور به اعزاز دین آب عزا ببور نه از لات و عزا برآورد و گرد که تورات و انجیل منسوخ کرد شب برنشست از فلک برگذشت به تمکین و جاه از ملک درگذشت جنان گرم در تیه قربت بران که در صدر جبریل از او بازمان بدو گفت و سالار بیت الحرام که ای حاملی وحی برتر خرام چو در دوستی مخلصم یافتی عنانم ز صحبت چرا تافتی بگفتا فراتر مجالم نمان بماندم که نیروی بالم نمان اگر یک سری موی برتر پرم فروغی تجلی بسوزد پرم نماند به عیسیان کسی در گرو که دارد چنین سیدی پیش رو چه نعمتی پسندیده گویم تو را علیک السلام ای نبی السلام ندانم کدامین صفت گویمد که والاتری زانچه من گویمد که والاتری زانچه من گویمد چه وصفت کند سعدی ناتمام علیک السلام ای نبی السلام علیک السلام ای نبی السلام اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على